سلام خانوما، وقتتون بخیر. خوش اومدین به یه آموزش رایگان دیگه با پیج بافتنی مهدیه. برای آموزش این کیف ما نیاز داریم به بافت 7 تا دونه از این موتیف ها. کیف رو با قلاب شماره 3.5 میبافم. شما میتونید با قلاب شماره 4 هم این کیف رو ببافید. برای بافت نخ کاغذی سعی کنید از قلاب تولیپ دست زغالی استفاده کنید که مناسب هست برای بافت این نوع نخ ها. تقریبا به 100 گرم نخ هم برای بافت این کیف نیاز داریم. در ابتدا کارمون رو با یک حلقه جادویی شروع می‌کنیم. نخ رو به این شکل دور انگشتامون میچرخونیم، قلاب رو از این زیر وارد می‌کنیم، نخ بزرگتر رو میگیریم میاریم بیرون. به این شکل یه دونه حلقه ایجاد میشه و همینجا 3 تا زنجیره میزنم. زنجیره زدن به این شکل هستش: 1 2 3. حالا نخ رو میندازم دور قلاب، وارد این حلقه‌ای که ایجاد کردیم میشم، نخ رو میارم بیرون و یک دونه پایه بلند میبافم به این صورت. یک دونه زنجیره میزنم. خب ببینید الان این 3 زنجیره‌ای که در ابتدای کار زدیم حکم یک دونه پایه بلند رو برای ما داره. پس در واقع اینجا 2 تا پایه بلند داریم. 2 تا پایه بلند دیگه هم داخل حلقه میبافم. 1 و 2. دوباره زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه بلند دیگه. 6 تا دسته دوتایی باید پایه بلند ببافیم، یعنی تعداد پایه بلندمون باید بشه 12 تا دونه، ولی بین هر دسته دوتایی باید یک دونه زنجیره بزنید. این کار رو انجام بدید و برگردید. خب ببینید 6 تا دسته دوتایی پایه بلند بافتیم. 1 2 3 4 5 و 6، یعنی 12 تا پایه بلند بافتیم. آخرین پایه بلند رو که بافتم یک دونه زنجیره میزنم. حالا ببینید این نخ کوتاه‌تر رو باید به آرومی شما بکشید تا کارتون به یک دونه دایره تبدیل بشه. این کار آروم انجام بدید چون نخ کاغذی احتمال پاره شدنش وجود داره. سعی کنید خیلی با ملایمت باش برخورد کنید. یک دونه زنجیره آخر رو زدم. حالا ببینید بالای سر سومین زنجیره که در شروع کار زدیم، یعنی اینجا باید بیام کارم رو بست بزنم یا به اصطلاح بافت شلال بزنم. وارد این گندمی میشم، نخ رو میارم بیرون و همین نخ رو از این حلقه هم عبور میدم. به این شکل الان من یک دونه دایره ایجاد کردم روی کار. ببینید این نخ اضافی رو شما باید پشت کارتون پنهان کنید. سعی کنید وقتی دارید بافت میزنید اینو هم همراه خودتون ببرید. اینجا یه دونه بست زدم. حالا توی این رد ما باید بیایم توی فضاهای تک زنجیره‌ای که اینجا ایجاد کردیم، بین هر 2 تا پایه بلند یه دونه زنجیره زدیم، باید بیایم توی این فضای بافت بزنیم. ببینید قلابم رو باید به اون سمت هدایت کنم. پس وارد گندمی بعدیش یعنی اینجا هم میشم و یه دونه بست میزنم چون میخوام خودم برسونم به این فضا. ببینید وارد این گندمی میشم، این نخ اضافه رو میندازم رو قلابم که پشت کارم پنهان بشه. نخ رو میگیرم میارم بیرون و همینجا از این حلقه عبورش میدم. به این کار میگیم بست زدن. حالا وارد فضای تک زنجیره‌ای میشم، اینجا هم یک دونه بست میزنم. خب حالا شروع میکنیم به بافتمون. 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه بلند. بهتون گفتم دیگه 3 تا زنجیره اولمون هم حکم پایه بلند رو داره برامون. خب پس در واقع اینجا شد 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، دوباره همینجا تو همین فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند دیگه. 1 و 2. خب بدون اینکه زنجیره بزنیم باید بریم وارد فضای زنجیره‌ای بعدی بشیم. ببینید یعنی اینجا این 2 تا پایه بلند رو رها می‌کنیم، بعدش یه دونه فضای زنجیره‌ای می‌بینیم. نخ دور قلاب وارد این فضا میشم، 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، دوباره وارد فضای بعدی میشم. میخوام اینجا 2 تا پایه بلند رو که بافتیم 2 تا زنجیره میزنیم، یه لحظه فراموش کردم، و دوباره توی همین فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. پس در واقع تو فضاهای زنجیره‌ای که ایجاد کردیم 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند میبافیم تا انتهای رج به همین شکل هستش. ببینید دوباره وارد فضای بعدی میشم، 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه. تا انتهای رج باید شما همین کار رو تکرار کنید. خب ببینید الان ما اینجا 1 2 3 4 5 و 6 تا گوشه ایجاد کردیم برای کارمون.
با همین روش 6 تا گوشه ایجاد شد. آخرین پای بلند رو که بافتم بدون اینکه زنجیره بزنم، بالای سر سومین زنجیره‌ای که در ابتدای رج داشتم کارم رو بست میزنم. دوباره حالا باید قلابم رو برسونم به این گوشه، باید توی گوشه ها بافت بزنم. پس با بست میرم جلو، وارد این فضای 2 زنجیره‌ای میشم با بست و 3 تا زنجیره میزنم که حکم یک دونه پای بلند رو برای ما داره. توی این رج باید توی این فضاهایی که داریم، فضاهای 2 زنجیره‌ای که داریم، 7 تا پایه بلند ببافیم. یک دونه از یه 3 زنجیره که زدیم میشه یه پای بلند، 6 تا پای بلند دیگه هم میبافیم که با اون 3 زنجیره بشه 7 تا. 2 3 6 و 7. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا. یک دونه زنجیره میزنیم، دوباره وارد فضای 2 زنجیره بعدی میشیم و 7 تا زنجیره میبافیم. 7 تا پای بلند میبافیم. میخوام تا پایان این رج. پس شما باید تو فضاهای 2 زنجیره‌ای که تو رج قبل ایجاد کردید بیاید 7 تا پای بلند ببافید و بین این پای بلندا، یعنی وقتی این 7 تا تموم میشه میخواید برید تو فضای بعدی، یک دونه هم باید زنجیره بزنید. خب در آخر 6 تا دسته 7 تایی پای بلند خواهیم داشت. یک دونه زنجیره میزنیم و کارمون رو بالای سومین زنجیره رج قبل بست میزنیم. حالا همینجا یک زنجیره میزنم و دوباره توی همون پایه، یعنی دقیقا همینجا، یک دونه پایه کوتاه میبافم. پایه کوتاه به این شکل. نخ رو میاریم بیرون، این دوتا حلقه رو یکی میکنم. روی گندمی بعد هم وارد میشم و یک دونه پایه کوتاه میبافم. دوباره گندمی بعد وارد میشم و یک دونه پایه کوتاه میبافم. پس شد 3 تا پایه کوتاه. روی پایه چهارم یک پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه دیگه هم همینجا میبافم. 3 تا پایه بعدی هم هر کدوم یک دونه پایه کوتاه. 1 2 و 3. الان کارمون گوشه گرفته. حالا دوباره ببینید اینجا یه نکته وجود داره. توی رج قبل ما اینجا یه دونه هشتی ایجاد کردیم، میبینید؟ الان ما با این هشتیا کار داریم، یعنی باید یه بافت توی این هشتیا بزنیم. به چه شکل این کار رو انجام میدم؟ ببینید نخ رو میندازم دور قلاب، وارد این هشتی رج قبل میشم، از این پشت نخ رو میگیرم، میارمش بالا به این شکل. 3 تا حلقه روی قلابمه، این 3 تا رو با هم یکی میکنم. خب حالا دوباره بافت این قسمت رو تکرار میکنیم. اولین پایه کوتاه، دومین، سومین پایه کوتاه، توی خونه چهارم یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا پایه کوتاه هم توی 3 تا گندمی بعدی میبافیم. باز دوباره رسیدیم به این فضای خالی که یه دونه هشتی داریم. نخ رو میندازم دور قلاب، وارد این فضا میشم، از پشت نخ رو میگیرم میارم بالا و این 3 تا پایه رو یکی میکنم. تا پایان رج شما باید این بافت رو تکرار کنید. خب ببینید در پایان رج یه دونه هشتی اینجا میمونه ها، سعی کنید اینو جا نندازید. این رو هم باید بافت بزنید. خب ببینید یک خط اینجا، یک 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 یک، یعنی 6 تا اینجا خط داریم. خب دوباره کارمون رو بدون اینکه زنجیره بزنیم به این پایه میایم متصل میکنیم. 1 2 3 4 5. خب ببینید اینجا روی اولین پایه کوتاهی که اینجا بافتید یا روی زنجیرش میاید کارتون رو بست میزنید. یک دونه زنجیره و دوباره توی همون خونه یک دونه پایه کوتاه میبافید. این شد اولین پایه کوتاهتون. بعدیش 2 تو گندمی بعدی، گندمی بعدی 3 4 و اینجایی بود که یه دونه زنجیره زدیم، اینجا رو روی
این خونش باید بافتو بزنیم اینجا. دقت کنید این خونه ها رو سعی کنید این گندمی ها رو جا نندازید، چون اگه جا بندازید تعداد پایه هاتون کم و زیاد میشه. و 5 تا پایه کوتاه که این سمت بافتیم. ببینید 1 2 3 4 5. خب این 5 تا پایه رو که بافت زدیم، حالا از این قسمت یعنی از این گوشه‌ای که درست کردیم، از اینجایی که یه دونه زنجیر زدیم تا این یکی گوشش 10 تا پایه بلند میشه. خب بالای سر تک تک پایه ها باید بیایم پایه کوتاه ببافیم. دوباره اینجا از این گوشه تا این گوشه میشه 10 تا پایه بلند، بالای سر تک تکشون میایم پایه کوتاه میبافیم. دور تا دور کارتون شما باید بیاید پایه کوتاه ببافید. بازم تاکید میکنم سعی کنید پایه‌ای رو جا نندازید. خب در پایان ببینید ما اول رنج 5 تا پایه کوتاه بافتیم، آخر رنجمون هم 5 تا پایه کوتاه داریم که این دوتا با هم دیگه میشه 10 تا پایه بلند، چون تو اضلاع تمام اضلاع 6 ضلعیمون 10 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه. خب حالا کارمون رو به اولین پایه کوتاهی که در شروع رنج داشتیم بست میزنیم به این شکل و اضافه نخمون رو دیگه قیچی میکنیم. خب این نخو بکشید بیرون. میخوام بهتون یاد بدم چطوری آخر کارتون حرفه‌ای جمع کنید تا پله نیفته روی کارتون. خب ببینید این روش اتصال مناسب تر هستش برای اینکه پایان رنجتون قشنگ تر در میاد. قبل از اینکه بست بزنید همینجا یعنی در پایان رنج نخو میکشیم بیرون. خب بعد حالا از یک قلاب کوچیک‌تر استفاده میکنم، پایه اول رو رها میکنم، روی پایه دوم میام این نخ رو خارج میکنم به این شکل. خب میخوام اینم به یک گندمی تبدیل کنم دیگه. حالا ببینید این گندمی که این نخه ازش اومده بود بیرون 2 تا قسمت داره دیگه، قسمت پشتی، قسمت جلویی. از قسمت پشتیش قلابم رو میارم، این نخ رو میگیرم و از همینجا نخم رو خارج میکنم. ببینید انتهای کارمون هم مثل یه دونه گندمی شد. خیلی کارمون تمیز در میاد به این شکل. پس سعی کنید انتهای کارتون هم تمیز انجام بدید، سرسری نگیرید که موتیفاتون همه یک دست و یک شکل بشه. راجع به اینکه موتیفاتون حالا چروک هستش، ببینید این خاصیت نخ کاغذیه، یعنی منم که بافتم چروک میشه. خب بعدا اینا رو بخار میزنیم و درستشون میکنیم. پس شما باید بیاید یک تعداد 7 تا از این موتیف ها رو ببافید. موتیفاتون رو ببافید و برگردید تا اتصال این موتیف ها رو بهتون یاد بدم. خب ببینید من 7 تا از اون موتیفی که بهتون نشون دادم بافتم. یکی از موتیفا رو سعی کردم 2 رنگ ببافم. شما به سلیقه خودتون میتونید موتیفاتون رنگی رنگی باشه، یک کیف رنگی رنگی داشته باشید، یا مثلا یه دونه‌شو تک رنگ متفاوت ببافید، یا مثلا من حالا بهش طرح بدید. خب نحوه چیدمان موتیفا رو بهتون نشون بدم که بدونید که چطور باید اینا رو به هم دیگه متصل کنید. ببینید برای اتصال موتیف هاتون یکی از موتیف ها که باید این وسط قرار بگیره، اینجوری یه موتیف اینجا قرار میگیره، یه موتیف اینجا، یه موتیف اینجا، یکی اینجا و یکی هم اینجا. خب این یه دونه ای که اضافه میاد بچه‌ها ببینید این روی کیفمونه. خب و قراره که اینا تا بخورن به این شکل متصل بشن دیگه در واقع. خب پس یک دونه دیگه اضافه بیاد برای پشت کیفمون کافیه دیگه، چون اینا همشون قراره که تا بخورن. خب قبل از اینکه کارتون رو اتو بزنید میتونید بیاید کار اتصالش رو انجام بدید، یا اینکه اول اتو بزنید بعد متصل کنید، ولی به نظر من بعدش باشه بهتره. خب پس ببینید دقیقاً این ضلع هایی که 10 تا پایه کوتاه رو همشون بافتیم اینا باید به هم دیگه متصل بشن. خب برای اتصالش هم از حاشیه کیف شروع کنید، یعنی اول این وسطیه رو متصل نکنید، بیایید اول این 2 تا ضلع رو به هم دوخت بزنید. برای دوخت زدنش ببینید این 2 تا ضلع رو دقیقاً اینجوری، یعنی روی این و روی این به سمت بیرون باشه، به این شکل قرار میدید. حالا من میخوام با نخ کرم رنگ اتصالش رو هم انجام بدم. شما میتونید مثلا اتصالتون رو با همون نخ پایه‌تون انجام بدین، فرقی نمیکنه. من میخوام اینجوری باشه که شما بهتر ببینید. خب ببینید گوشه کارمون کجاست؟ باید 10 تا پایه‌ای که توی ضلع هست رو بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی از اینجا
من با مارکر بهتون نشون بدم. اگر که مبتدی هستی حتما سعی کن از مارکر استفاده کنی که کارتو عقب جلو دوخت نزنی. خب اینم فکر میکنم به اینجا بخوره. درست میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درست. خب ببین من باید از این مارکر تا این مارکر رو که میشه زل همین 6 زلی رو به هم دوخت بزنم. خب حالا برای دوخت زدن ببین اول یه دونه گره روی نخت میای ایجاد میکنی به این صورت. حالا نخ رو از زیر کار وارد میکنیم. برای اینکه بافت حرفه‌ای و تمیزی داشته باشیم بهتر هستش که این کار رو از زیر انجام بدیم. خب ببینید هر کدوم از دونه گندمیای شما 2 تا بخش داره. حلقه پشتی و حلقه جلویی. ما این کار رو باید از حلقه جلویی انجام بدیم. یعنی اینجا قلابم باید اینجا وارد بشه. خب پس اول نخ رو میگیرم با قلاب. نخ رو از حلقه جلویی که رو به خودم هست وارد میکنم. اما توی موتیف روبرویی تو موتیف جلویی نخ رو از حلقه پشتیش میگیرم، یعنی از اینجا میگیرم. در واقع این 2 تا حلقه‌ای که کنار هم قرار میگیرن باید به هم دوخت بخورن، نه اون 2 تا حلقه‌ای که از هم فاصله دارن. خب قلابم رو که اینجا وارد کردم، حالا ببینید این نخ باید زیر باشه. نخ رو میارم و از این 3 تا حلقه روی قلابم باید عبورش بدم. برای اولیش یه مقدار ممکنه که از دستتون در بره، ولی نگران نباشید، کارش خیلی سخت نیست. قلاب رو از اینجا هم عبور میدیم و حالا این نخ رو باید بیایم از این حلقه ها عبور بدیم. یا اینکه شما میتونی گفتم بهتون نخ رو از این زیر بگیری که اصلا دیگه نخت دیدم نشه. به این شکل از این 3 تا حلقه عبورش میدیم. دوباره گندمی بعدی. دقت هم کنید که گندمی رو جا نذارید. ببینید هی نختون رو با دست بدید داخل، هم گندمی ها رو ببینید هم دیگه نختون دیده نشه. 2 تا حلقه گندمی رو نگیرید ها. ببینید 1 حلقه از این گندمی رو میگیریم و 1 حلقه از گندمی مقابلش رو میگیریم به این شکل و این 3 تا حلقه روی کارمون رو با هم یکی میکنیم. خب تا پایان این زل باید به همین شکل دوخت بزنیم دیگه. فقط تکرار میکنم یادتون باشه که پایه‌ای رو جا نذارید، چون جا بذارید کاملا بافت کیفتون مدلش به هم میریزه. به این شکل دوخت بزنید. حالا من این زل رو دوخت میزنم برمیگردم. خب ببینید به این شکل این زل کار متصل شد. 10 تا پایه اینجا بافتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینم 10مین پایه. خب 10 تا پایه رو که اینجا بافتیم. زل بعدی کجا قرار میگیره؟ میشه اینجا. سعی کنید اینو حالا یا عکس از روش بگیرید یه جوری یادتون بمونه که ترتیب چیدن اینجا اینا چی جوری بود. این یکی زل اینجا قرار میگیره و زل بعدی اینجا قرار میگیره. اینا رو دقیقاً به همین ترتیب دوخت بزنید. الان اینو که کات کردیم بعد بیایم این زل رو بدوزیم. اینو کات کردیم اینو بدوزیم. اینو کات کردیم اینو بدوزیم. حالا کات کردنش هم ببینید میتونید حالا یه دونه زنجیره بزنید یا اینو همجوری خارجش کنید. من این نخو قیچی کنم به این شکل. حالا اینو میتونید ببرید دیگه پشت کار پنهانش کنید که دیده نشه. این دیگه میشه جزء تمیزکاریای کارتون. این نخا رو همینجا ببرید اون پشت کار رو پنهان کنید. اینا رو دوخت بزنید برگردید. ببینید عزیزان من کارم رو بخار زدم و گذاشتم مون تا زمانی که این خیسیاش خوش شد. اگر که کارتون رو اتو میزنید حتما حواستون باشه که بذارید کارتون خشک بشه، چون وقتی بخار میزنید ناخودآگاه کارتون یه مقدار خیس میشه. بذارید کارتون خشک بشه بعد شروع کنید به ادامه کار. خب حالا میخوایم بیایم این موتیف وسط رو به این موتیف های کناریمون دوخت بزنیم. برای دوخت زدن دوباره اینجا ببینید دقت کنید چه زاویه چه ضلع هایی به هم متصل میشن. اینا به هم دیگه متصل میشن، این ضلعمون باز میمونه.
الان کار رو به این شکل تو دستم نگه میدارم. 11 تا پایه از این موتیف باید به 11 تا پایه از این موتیف متصل بشه. خب برای اتصالش میتونید دوباره بیاید از مارکر استفاده کنید که حالا ابتدا و انتهای کار بیاد دستتون. فقط دقت داشته باشید اینجایی که دوخت زدید میتونه جزء پایه‌هاتون حساب بشه. بستگی به این داره که حالا این 11 تا رو شما چجوری میشمارید. من الان بهتون نشون میدم. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 میشه این پایه. پس از اینجا شد این پایه. از این یکی موتیف هم بشمارم 11 تا پایه جدا کنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 همیش میشه این. پس این پایه باید به این پایه متصل بشه به این صورت. و اینجا هم که دیگه میفته گوشه کارمون مشخص میشه. خب ببینید نخ رو دوباره گره ایجاد میکنم به این صورت. خب از زیر کار میخوام نخم وارد کنم که گره کارم دیده نشه. از اینجا میگیرمش، فرقی نمیکنه خیلی. خب الان اولین پایمون مارکرم باز شد، یه لحظه گمش کردم. اینجاست. این پایه باید بیاد بست بخوره به این پایه‌ای که مارکر داخلشه. فقط دقت کنید دوباره حلقه های کنار هم رو میگیرید، نکنید از این گندمی این حلقه‌ش رو میگیرم، از این گندمی که مارکر روشه هم حلقه بیرونیشو میگیرم، یعنی این حلقه‌ش رو. ببینید گندمیمون 2 تا حلقه داره، یکی از حلقه هاشو بافت میزنیم. به این شکل میشه کارتون. خب من چون میخوام از زیر نخ وارد کنم فرقی نمیکنه ها، ولی به نظر من اینجوری بافت تمیزتری دارید اگه نختون رو از زیر بگیرید. خب اولین پایش یه مقدار ممکنه اذیتتون کنه ولی بعدش دیگه قلق کار میاد دستتون. خب ببینید به این شکل میشه کارتون. و میتونید بیاید این 3 تا حلقه رو با هم دیگه یکی کنید به این صورت. شما باید بیاید دور تا دور کارتون رو تا اینجا دوخت بزنید، کاری که قبلا اینجاها هم انجام دادیم توی این دوخت ها. حالا این دوخت ها رو با هم دیگه دوباره میزنیم. ببینید الان حلقه بعدی میشه اینو میگیرم، از این یکی موتیف هم حلقه بعدیش رو میگیرم. حالا اینجوری نخ رو خارج میکنم تا برسیم به این گوشه. بافت رو بزنید برگردید تا این گوشه رو بهتون بگم. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پایه رو که میخوام بافت بزنم دقت کنید اینجایی که اومدم این کارم رو دوخت زدم باید بیاد روی 11 پایه ما فیکس بشه. اینجا این گوشه کار ممکنه یه مقدار اذیتتون کنه، قلابتون نچرخه. سعی کنید که با دست موتیفو بگیرید بالا که بتونید حلقه‌شو بگیرید. به این صورت 11 پایه ما هم متصل میشه. حالا این کار رو شما باید بیاید ببینید به این شکل برای دور تا دور موتیف هاتون اجرا کنید. یعنی موتیف رو میذارید وسط، برای دور تا دورش این دوخت رو انجام میدید. خب این دوخت رو بزنید، گوشه ها رو هم همونجوری که گفتم باید دوخت بزنید، یعنی باید به دوخت رج قبلیتون متصلش کنید. این بافت رو بزنید و برگردید. ببینید یه مقدار دیگه باهاتون بافت رو انجام میدم که یه وقت به مشکل نخورید. این پایه الان باید بیاد به این پایه متصل بشه. پایه رو جا نندازید، پایه های مقابل هم باید همراه هم دیگه بافته بشن. پایه جا بندازید کارتون پیچ میخوره. این پایه به این پایه متصل میشه. پایه بعدیش میشه این پایه که به این پایه متصل میشه. کار اتصالتون رو به همین شکل تا پایان کار انجام بدید.
هر جا به مشکل برخوردید میتونید فیلم رو برگردونید. این قسمتی که داشتم این زل رو میبافتم از اول ببینید، چون همش مثل همدیگه است. اینو ببافید برگردید. ببینید خانم، زمانی که شما کارتون رو دوخت میزنید، ناخودآگاه این کیف دیگه تا میخوره و شکل خاص خودش رو میگیره. حالا شما باید بیاید آخرین موتیفتون رو هم روی کارتون بگذارید به این شکل و کاری که دقیقا اینجا انجام دادیم، بیاید تمامی اضلاع این موتیف رو هم به این 5 تا موتیف دیگه متصل کنید به این شکل. دیگه چون تکراری میشه اینو براتون ویدیو نمیگیرم، چون که از تایم آموزشم خیلی طولانی میشه. پس این اضلاع رو دقیقاً به هم دیگه متصل کنید و برگردید تا آموزش دسته کیف رو بهتون نشون بدم. خب دوستان، برای بافت بند کیف ببینید کیفتون به این شکل در میاد در نهایت. خب برای بند شما میتونید از بندهای آماده چرمی استفاده کنید. میتونید حالا این مدل بندی که من بهتون یاد میدم رو هم ببافید که برای کیفتون استفاده کنید. طول بندی که میبافیم استانداردش 140 سانت هستش، ولی بازم سلیقه‌ایه. اگر دوست داشتید میتونید بلندتر و اگر دوست داشتید میتونید کوتاه‌تر ببافید. یک مقدار نختون رو آزادتر بگیرید، چون میخوایم با این نخ آزادتر بند رو به کیف متصل کنیم. و بعد بیایید به این شکل یه دونه گره روی قلابتون ایجاد کنید به این صورت. خب حالا باید بیایم شروع کنیم به 3 تا زنجیره زدن. 1 2 و 3. من وارد زنجیره اولی میشم. ببینید به زنجیره وسطی کاری ندارم، وارد زنجیره اولی میشم و کارم رو یک دونه پایه کوتاه میبافم به این شکل. حالا وارد زنجیره دومی که رهاش کردم میشم اینجا و دوباره یک دونه پایه کوتاه میبافم. پس اول زنجیره اولی رو گرفتیم، بعد زنجیره وسطی. خب ببینید وقتی که کارتون رو به این شکل نگاه میکنید، شما الان اینجا یه دونه پایه آزاد میبینی. ما بافتمون باید به صورت چرخشی توی این پایه های آزاد باشه. ببینید قلاب رو توی این پایه وارد میکنم، نخ رو خارج میکنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم. الان دوباره اینجا یه دونه پایه آزاد داریم. ببینید اینجا این 2 تا حلقش. پس ببینید کارم رو باید بچرخونم. ببینید کارو میچرخونی، اینجا این 2 تا پایه رو با هم میگیری، میاری بیرون، یه پایه کوتاه. دوباره کارو میچرخونی، این 2 تا پایه آزاده، این 2 تا پایه رو میگیری، نخو میاری بیرون، یک پایه کوتاه. کارو میچرخونیم، این 2 تا پایه آزاده، نخو میاریم بیرون، یه پایه کوتاه. ببینید مدام باید شما کارتون رو بچرخونید و توی این 2 تا پایه آزاد بیاید پایه کوتاه ببافید. این یک مدل بند هستش. حالا شما میتونید از مدل های دیگه هم اگر مثلا جایی دیدی برای بند این کیفت استفاده کنید. حالا با همین روش شما باید به اندازه 140 سانتی متر بند ببافید. اینو ببافید برگردید. خب دوستان ببینید من یک سمت بند کیف رو متصل کردم، این سمتش رو با هم دیگه میدوزیم که یاد بگیریم. ببینید بند کیفتون رو اینجوری صاف میکنید که نچرخه. یه دونه حفره این قسمت کارتون هست اینجا. این نخ رو وارد این حفره میکنم. حالا اینجا ببینید اینجوری شده بود. نخ رو وارد این قسمت میکنید. بخوام دقیق بهتون نشون بدم، ببینید به این شکل از زیر نختون رو وارد میکنید، اینو اینجوری یه مقدار بلندتر خارجش میکنید. ببینید به این شکل. از اینجا که خارجش کردید نخ رو یک دور اینجوری میچرخونید این بندو، بعد از زیر این قسمت ردش میکنید و دوباره یک دور میتونید بیاید اینجا بپیچونیدش. حالا اگر دیدید مثلا مثل الان کوتاهه، باز یه مقدار اضافه تر بیاریدش بیرون. ببینید به این شکل از اینجا رد میکنم، میبرمش این زیر به این صورت و اینجوری میکنم. خب
حالا این اضافه نخی که بهتون گفته بودم نختون رو یه مقدار اضافه تر کات کنید، وقتی بندتون رو بافتید تموم شد هم باید بیاید اضافه تر کاتش کنید دیگه. این اضافه نختون رو شما وارد سوزن میکنید که حالا بیایم بندمون رو کوک بزنیم تا محکم بشه دیگه. با این گره که کارمون را نمیافته. هر جایی که مناسب بود ببین الان اینجا باید فیکس بشه، دقیقا همونجا بیاید از داخل کار کوک بزنید کارتون رو. ببینید حالا من از سوزن پلاستیکی استفاده میکنم، شما میتونید از سوزن‌های معمولی هم استفاده کنید، فرقی نمیکنه. کارتون رو قشنگ فیکس کنید کاملا که باز نشه. اگر که احساس کردید این بند مثلا استقامت پایینی داره برای کیف شما، چون ممکنه مثلا بعضیا بیان تو سایز بزرگتر این کیف رو ببافن، اگر احساس کردید این بند استقامتش کمه میتونید نختون رو دلا کنید و بعد بند رو ببافید. ولی الان با توجه به این سایزی که ما بافتیم این بند براش مناسب هست. و اینکه اگر از قلاب شماره 4 استفاده کنید کارتون از اینی که الان ما بافتیم این مقدار بزرگتر میشه. هرچی سایز قلابتون بزرگتر باشه سایز کارتون هم بزرگتر میشه. ببینید قشنگ کامل از همه سمت باید بیاید کارتون رو دوخت بزنید. سعی کنید حالا این دوخت زدنه رو هم تمیز انجام بدید دیگه، که اگر خواستید کاراتون رو حالا توی نمایشگاهی یا اینکه توی پیجتون بذارید برای فروش، کاراتون واقعا از همه نظر تمیز بافته شده باشه. و اینکه این کیف رو پیشنهاد میکنم حتما با نخ کاغذی ببافید. با مکرومه و اینا هم میشه بافتا، ولی خب زیباییش با نخ کاغذی دوچندان میشه. و اینکه میتونید تک رنگ هم ببافید، یعنی اگر که حالا اولین بارتون هست میخواید شروع کنید و میخواید با یه رنگ نخ کار کنید فعلا تک رنگ ببافید، مشکلی نداره. از این قسمت ها همه عبور میدم که بند کیفم کامل فیکس بشه. حالا میتونیم دیگه الان بیایم نخمون رو قیچیش هم کنیم. به این شکل داره. اینجا هم بیام خب و قیچی میکنم. ببینید کار شما در نهایت به این شکل در میاد. حالا میتونید از این سمت کیف یا از این سمت کیف اگه مثلا دورو بافته بودید استفاده کنید. اندازه هاش هم ببینید، بندش رو که من همون 140 سانت بافتم، طول بند کیفم همون 140 سانته. این قسمتش هم ببینید از این بالاش تا این پایینش 18 سانته، از این قسمت تا این قسمت 26 سانته. ولی خب به نظر من برای استفاده روزمره خیلی مناسبه، چون هم کار سبکیه، اذیت نمیشید و اینکه به هر حال یه گوشی یک کیف پول توش جا میشه. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و بتونید ازش کسب درآمد کنید.